سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی از مسائلی که گاهن بین زوجین باعث ایجاد تنش میشه بحث گوشی و دسترسی به اونه. یکی از زوجین ممکنه شکایت کنه از اینکه مثلا همسرش یا فرد مقابلش به هر حال گاهن انتظار داره که گوشیمون رو چک کنه و غیره. و خب خودش هم عنوان میکنه که به هر حال من توی گوشی ممکنه یه موضوعاتی، مسائلی، صحبت‌های بین دوستای خودم داشته باشم که تمایل نداشته باشم اونا ببینن، یا حداقل اونا ممکنه راضی نباشن که یه نفر دیگه اونا رو بخونه. تو این موارد باید چی کار کنیم؟ ببینید، ما هیچ قانون مشخصی در این زمینه نداریم، ولی به هر حال قاعدتاً هر کدوم از ما باید یک مرزی رو برای خودمون داشته باشیم و طرف مقابلمون به این مرز ما احترام بذاره. اگه این اتفاق بین ما نمیتونه بیفته، موضوعی که باید روش فکر کرد و روش گفتگو کرد. مهمترین راه و مهمترین چیزی که ما در اختیار داریم توی رابطه برای حل مسائلمون گفتگوه. تا زمانی که راه گفتگو بین ما برقراره، میشه روی هر موضوعی گفتگو کرد و به نتیجه رسید. پس بهترین موضوع اینه که ما حد و مرزهای خودمون رو خیلی صادقانه با همدیگه به اشتراک بذاریم و همدیگه رو به این شکل ذهن همدیگه رو روشن کنیم. موفق باشید.